بسم الله الرحمن الرحیم. سوره العادیات مکیه. سوره عادیات سوره است که در مکه یا قبل از هجرت نازل شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الله متعال مجاهد بسیار دوست داره و حتی اسب جهاد دوست داره و حتی قسم به اسب جهاد و خاک پای ازی که است الله متعال را در قرآن ذکر کرده، خاک پای اسب مجاهدین را. والعادیات الله متعال قسم یاد میکنه به اسبهای ذبحا که اینا در جهاد یظهر صوتها که صدای خود بلند میکنن، نفس میکشن، بلند صدا میشه در صف جهاد. فالموریات باز قسم است الله متعال میگه به او اسبهای جهاد که آتش میکشن قطعا از نعلهای خود وقتی که در حرکت میشن در میدان جهاد از نعلهای از اینا اما تو چی میشه؟ اما آتش بلند میشه. فالمغیرات و قسم از به اسبهای جهادی که اینا حمله میکنن، اغاره حمله کردن صبحا در هنگام صبح که دشمنا در خواب هستن، صبح مجاهدین بالای از اینا حمله میکنن. فاثرن به نقعا باز اینا چی میکنن؟ وقتی که صبح حمله میکنن آثار از اینا گذاشته میشه، از این حملات از اینا نقعا غباری در میدان جهاد. فوسطن به جمعا باز داخل میشوند توسط امی اسبهای خود در امی وقت جمعا در فوج. ان الانسان یقینا که انسان که است لربه به پروردگار خود لکنود بسیار ناشکر است. و انه خود انسان علی ذلک لشهید به ناشکری خودش شاهد و گواه است. و انه یقینا که انسان لحب الخیر در محبت مال لشدید بسیار زیاد مال پرست، زیاد تیر مال خوش داره. افلا یعلم آیا این نمیدونه اذا بعثر ما فی القبور وقتی که برانگیخته شوند ما او مخلوقاتی که فی القبور در قبرها هستند و حصل و حاصل و ظاهر شود ما فی صدور آن چیزی که در سینه های از اینا در قلب های از اینا مخفی هست. ان ربهم یقینا که پروردگارشان بهم در موردشان یومئذ در این روز لخبیر با خبر.